نورعلی دودربیکوف مطرب شناخته توجیک و یکی از پیروان و شاگردان صادق و ادامه دهنده مکتب هنری هنرمند شورتیار ظفر ناظم روز 8 آگوست سال 2022 در سن 65 در زادگاه شهر ایسار از عالم چشم پوشید. در این باره در فیسبوک آوازخوان شناخته زاده ایسار فرقت سیدزاده خبر داد. بنا به اطلاع او مراسم ودا و نماز جنازه مرحوم امین عصر 8 آگوست در شهر ایسار در مسجد کلان واقع در محله بلای دوست برگزار می شود. درباره علت مرگ هنرمند چیزی گفته نشده است. بنا به اطلاع دریافتی وقتای آخر نورعلی دودربیکوف از بیماری سرطان تبابت می گرفت. نورعلی دودربیکوف سرود و ترانه های زیادی آفریده است که هنرمندان شناخته کشور امثال حیاتای مومنوف، سبحان سیدوف، فرقت سیدزاده، علیشیر قادروف، جاوید ناظموف، سیاره جوربیک اجرا کردند. در حیات دسته های هنری به دولت های ژاپن، ایران، افغانستان، ترکیه، هندوستان، روسیه، هلند، قزاقستان، ازبکستان و دیگر دولت ها سفر هنری انجام داده است. نورعلی دودربیکوف با نشان اعلاشی فرهنگ جمهوری تاجیکستان قدردانی شده است.